افسر زندان مرا دائم ملامت میکنه. چه شرمش. مهران آقا مهران آقا رو مهران کجایی؟ خوش مرام. مهران کجاست این پسره؟ سلام علیکم. ببخشید آقا مهران ما رو شما ندیدین این دور و برا؟ کی؟ با اون پسره نقلی پقلیه رو دارم میگم دیگه. نیستش. مهران به 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 حشمت خان، حال شما چطوره؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ عید شما مبارک. به سینه والله جیم جمال و جمال تو قربون. دوست دارم وجود تا پسر عجب دکور تریپی زدی اینجا قربون شکلت دارم. مهران معلومه همچین آب دویده زیر جلتا قلوات رک کشید عشقی. قربونت دارم. ولی مهران خیلی از دست شاکیم. یه مدت تو سایلنتی اصلا ولومت نمیاد سمت ما قربون شکلت. هرچی تو ویتینگت موندم نیومدی تا اینکه ایمیلت که اومد کامپیوتر رو گذاشتم رو استندبای بای اومدم اینجا باهات مچ کنم. آها اون ایمیل رو میگی؟ اون ایمیل تبریک بود، ایمیل دعوت نبودش بعد خانم. به ما که رسید یهو شب شو قربون شکلت برم. ببین من دستبند نزده اسیرتم ولی خیلی دیگه داری با ما اخموتا میکنی. پارسال پیری رو براش آوردی گوشتی اینجا یلا دوتاش کردی. به ما که رسید یهو شمات خال زد و فلفیه. اب نداره خیالی نبود. ببین میدونی که اوضاع اقتصادی خیت خفن سیته ولی توی این اوضاع اقتصادی واسط رفتم یه ایدی خریدم. نه این اولو فی نداره بالای 12,000 تا. این چیه؟ جون داداش باش پرتقال بوس بگیر. نگیر آقا یه تیزیه دیگه. اینم ایدی شد مگه؟ بذار تو جیبت. باشه بابا باشه. اینم شد ایدی. ناراحت میشه قربون شکلت برم. ابروات واسه با کلا نکن که بیریخت میشی. اب نره دوربین موربینا رو روشن کن که امشب حشمت آکتور برنامه است. آکتور برنامه چیه حشمت خان؟ چنین برنامه‌ای نداشتیم ما با هم. اکی آقا رو از اون ور گذر لوتی ساله تا اون ور قهوه خونه هستم موشو انداختن که حشمت تو برنامه تلویزیونه. اصلا تو کله پزی هستم پاچه همه نشستن سیخ تا سیخ جای سوزن انداختن نیست. اکی آقا رو خیلی تاریکم کردی جلو چشم کنم. ببین حشمت خان تشریف بیارید اینجا. ببین من نمیدونم کی چو انداخته خب ولی ما چنین قراری نداشتیم با. خب یه قراری میذاریم ما هم دیگه. قناری حشمت بی قرارته. نه آقا جون نمیشه حشمت. ای بابا عجب داستانی گیر کردیم. مهران جان فکر میکنی مصاحبه کردن چه شق القمریه؟ واسه که حشمت خان رو نشناختی. بابا حشمت همونی که اسمش میاد از اون ور 400 تا این ور موتورخونه 16 تا بیمارستان 1000 تخت خوابه پر میشه و خالی میشه. بعد تو میگی مصاحبه نمیشه. حشمت خان یه چیز را کراس بهت بگم. چی به من بگی؟ باشه. خب همینه دیگه. بابا همینه دیگه. این آدم ازت میترسه. اصلا ما با تو که ورداشتی زبون فارسی که زدی درب و داغون کردی و اصلا ما با هم همزبون نیستیم که یه کارهای عجیب غریبی میکنیم. دردت همینه. خب از اول میگفتی قربون شکلت برم. اب نداره. حسن کجا رو برمیدارم همونی که تو سیمتری 16 اومد ربش کردن و همونو برمیدارم بیاد اینجا واسه حرفامونو ترجمه کنه. ببین حشمت خان اصلا بحث ترجمه نیست آقا. نمیتونم اصلا مصاحبه قرار نبوده و نیست. مهران جان چشام نکن. بعد جوری دلم شور افتاد. چرا؟ احساس میکنم نمیخوای از این برنامه سالم بری بیرون. یعنی چی؟ بابا یعنی چی نداره که امشب مهران با حشمت مصاحبه میکنه. حشمت و مهران یک دونه میکروفون تو شیبا. عجب گیری کرده. باشه آقا حشمت خان جان ببین میخوایم با هم به توافق برسیم دیگه. درسته؟ آره. آفرین. باشه قبلش خب من یه سری نکات دارم راجع به این سر و وضع تو، راجع به وضعیتت. خب این تغییرات رو اگه تو خودت دادی بعد با هم دیگه میشینیم مصاحبه میکنیم. خوبه؟ چه آقا رو ناکن قربون شکلت دارم. من دارم استه بدم و تو هم برمیگردی استه بده. باشه آقا میل خودته دیگه. میگه من گفتم حالا دیگه ایسته بودی استا بودی ایسی بودی. من دیگه نمیدونم. عجب داستانی داریم ما. باشه
باشه جهندم و ضرر. این یکی رو از دخل میدی مشت رو کن ببینم واسه ما چی داری امشب. همش که برگ پایین رو کردی. یه 2 تا خال قرمز بیا واسه. احسنت حالا شد. ببین گام اول بگو. آقا این دستمال چیه دستت؟ اینو بکن تو جیبت. چی آخه این؟ دستمال میگی؟ ما هم موقعی که به دنیا اومدم دستمال دستم بوده. میگه دستمالو جدا کن. اصلا بیا میتونی از دستم جداش کن. میتونی دوتاش کن. جدا نمیشه. نه. بسیار خوب. ولی میدونی که الان تو اون طباخی حسن موش بود، پنکه بود، چی بود؟ تو اون طباخی الان بچه محلاتون نشستن که تو رو ببینن دیگه ها؟ بابا مهران اینقدر با احساسات ما اتصال کوتاه نکن قربون شکلت برم. عجب داستانی داریم ما. باشه فرضاً ما این دستمال اینجوری تا کردیم گوشتیم تو جیبمون. حشمت خان این کارو کرد. دستو چیکار کنم؟ دست باس بره بیاد. بابا دست آخه چیه دست بیا؟ این دستمال کاغذی به این قشنگی قشنگ 4 تا کن بگیر دستت شیک ترتمیز. دستمال کاغذی؟ آره دیگه. که جون نداره که. همین قدم اولو برداشته خیلی عالیه. قدم دوم کلا چیه سرته؟ این کلا رو وردار آخه. دیگه سر بره کلا نمیره. سر بره این یکی رو عمرن اگه واسه تو فسقلی بیام. یکی آقا رو. بابا جز قدمه کلا. جز قدته ها. باشه پس فقط در نظر داشته باش که الان تمام مغازه‌های زیر گذر لوتی ساله همشون تعطیلن دیگه. چی شو بدون حشمت کی مغازه رو بسته؟ تعطیلن دیگه. همه نشستن میخوام ببینن تلویزیون دیگه. تو که اینجوری میکنی. ای آقا عجب داستانی داریم. حشمت خودمون 30 سال عمرمونه 80 سال وجدانمونه. باشه خیالی نیست. اینم کلا بذار یه دست جایی که دست نامرد و نامحرم بهش نرسه. آفرین حالا شد. اینم از کلا. آقا گام این 2 تا قدمو خیلی خوب اومدی. گام سوم این نحوه صحبت کردن تو درست کن. بیا پایین داشت من پیاده برو. تو حساب برو قربون شکلت برم. نشد که نشد. چی شده؟ آقا قربونت برم گفتی برابرش منتظرتن تو تلویزیون که ببیننت. گفتم خیالی نبود. گفتی دستمالو بذار تو جیبت. گفتم باشه امشب رو بدون دستمال. گفتی کلا رو بردار. باشه اب نداره امشب رو حروم حرش نمی‌کنیم بدون کلا میریم. ولی آقا قربون شکلت برم مردم حشمتو میخوان نه یه یارو شنبلقوزی با قیافه فرچه. خب پس اینه دیگه حرفت ها. باش ببین لطفاً بچه‌ها خاموش کنین دوربینا رو. کامپیوتر هم خاموش کنین منتفیه. خسته نباش. خیلی ممنونم. متشکرم. چی شو؟ شادان؟ ترناف؟ مهران بابا چرا تو کسی دست به کامپیوتر نزنه که مادربردشو به ازاش میشونم. مهران ما چه شاکی میشی باشه. من دیگه تموم شد همه نکاتمو گفتم دیگه. تمام. خوب نیست جلو دوربین ما رو اینجوری سنگ رو آسفالت می‌کنی. دیگه میل خودته. باش من آقا چی بیام؟ تو صحبت می‌کنم من کجا بیام؟ من دارم میگم سه بده تو صحبت می‌کنم. میگم دست دوربین نزن کامپیوتر نزن. صحبت می‌کنم. باشه قرون شکل دارم. بابا چی من دوربین دست نزن تو کاپوت من صحبت می‌کنم. چیزی نیست که قرون شکل. خب بینندگان عزیز در کنار حشمت جان هستیم که مهمون ما هستش. خیلی خوش آمدی حشمت جان. عیدت مبارک. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه تو برنامه شما شرکت کردم و این عید رو به همتون تبریک میگم. باریکلا خیلی خوش آمدی. حالا بیا یکی هم شیرینی بخور از خودت پذیرایی کن. خیلی متشکرم صرف شده. خیلی نه شیرینی دیگه شیرینی بخور ده. خیلی ممنون مرسی. دستون درد نکنه. بله خب حشمت جان. بله خب حشمت جان برای بینندگان ما که شغل چیه؟ من شغلم در اصل جواز کفن و دفت زاده. منظورم اینه که تو اداره ثبت اسناد کار میکنم. بله خب چه رشته تحصیلی چیه؟ من فارغ التحصیل دانشکده پزشکی هستم. باریکلا چه تخصصی؟ عرض کنم خدمتتون رشته تحصیلیم سفره کردنش. منظورم اینه که آناتومی بدن انسان. بله خیلی متشکرم. خب حشمت جان تو اهل فیلم و سینما هم هستی؟ بله خواهش میکنم. یک قسمت عمده از زندگی من رو فیلم های سینمایی تشکیل میده. جزء لاینفک زندگیم هست. بسیار خوب. مخصوصا این ایماژ های سینمایی که فرکانس ها و رنسانس هایی که میدن برای مغز انسان باعث رشد فکری و تئوریک من. چقدر عالی. باریکلا. بعد چه سبک فیلم‌های بیشتر دوست داری؟ من بالا بیشتر سبک فیلم‌های آبگوشتی کاسه منظورم اینه که فکر کردم غذای مورد علاقه‌مو پرسیدی. خب بله من بیشتر سبک فیلم‌های
فورد کاپولا رو دوست دارم و آنتونیونی. یه نگاه منتقدانه هم دارم به فیلم‌های اینگمار برگمان. به طور مشخص فیلم‌هایی مثل نقره داغ، کوچه مردها، نامردان زمانه، حسن کچل، توتی، وردار بیاد ته کوچه. بله خیلی متشکرم، واقعا خیلی متشکرم. حالا لطف کنید و در انتها اگر جمله‌ای دارین بگین که خداحافظی کنیم. بله من خیلی تشکر میکنم از اینکه من تو برنامه خودتون شرکت دادین. اتفاقا ما با دوستان داشتیم برنامه‌تون رو نگاه میکردیم، خیلی برنامه قشنگی هست. به همین خاطر از طرف انستیتوی لوتی صالح یه هدیه خیلی نه اصلا هدیه اینا نمیخوایم. نه خواهش میکنم اجازه نمیخوام. منظورم اینه که خواهش میکنم اجازه بدید که نمیخوام. یه هدیه فانتاستیک و فانتزی هست که تقدیم حضورتون میکنم. بله خواهش میکنم. واقعا که اون عید قبلی رو میدادی بهتر بود، آبروی هیئت بود. آخه یه خرسک هست قشنگم هست، میتونید بازش کنید ببینید شما. از کجا آوردین؟ انستیتو لوتی صالح تقدیم میکنه. بله خیلی ممنون. خب پس دیگه خداحافظی کنیم دیگه. بله خیلی لطف کردی. بینندگان عزیز متشکرم و خداحافظ حشمت جان. خداحافظ. تموم شد؟ آره تموم شد. جونه مامانمو گرفتی به خود. چی بود گرفتی بالا؟ چی بود چرخی بزنم؟ دست نمیرفت میومد. نخواستیم آقا اون پیری رو بردار بیار. جون تو واسه لورت دولپه. درست بشو نیستی تو. برو بابا درست بشو نیستی.